رسید به محضر آقا ابوالفضل تو عالم خواب و رویا. گفت دیدم پرده حرم آقا ابوالفضل کنار رفت، دیدم یه خانوم جلیل القدری او گوشه حرم نشسته. آقا ابوالفضل به این خانوم نگاه میکنه، سر پایین میندازه، گریه میکنه. آجان این خانوم کیه؟ فرمود این مادرم ام البنین. آقا جان چرا گریه میکنی؟ گفت مردم به خیال خودشون از من ابوالفضل حاجت میگیرن، اما نمیدونن اغلب هوایج با دستای مادرم ام البنینه. حالا امشب بگو ام البنین جان ابوالفضله. تو رو قسم به اون لحظه ای دلم میخواد امشب سفره این مادر رو یه مادر دیگه فن کنه. میدونی کی ام البنین؟ اینقدر ادب داره.